سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان یوسف اسدبیکوف روز دوشنبه 24 ایول سال 2023 در مرکز ولایت شهر خوروغ به صورت اسرارآمیز در دریای غون غرق شده است. جسد این منصبدار جوان همگی 28 ساله زاده نویه شغنان را هنوز پیدا نکردند. سبب این حادثه فاجعه‌ای نیز معلوم نیست. مقامات درباره مرگ منصبدار جوان تا کنون یگان شرح ندادند. درباره این حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز در نوارهای حادثه‌های ناخوش خود چیزی تا حال نگفتند. اما ژورنالیست انوره سرکارова که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری می‌کند در فیسبوک با تکیه به منابع خود خبر داد که یوسف اسدبیکوف خود را از بالای کوپروک به دریای غون پرتافته است و یک فرضیه مرگ او خودکشی است. بر اساس معلومات ترجمه حال در صحیفه یوسف اسدبیکوف در فیسبوک، او در دانشگاه خوروغ و دانشگاه شهر خرسان اوکراین تحصیل کرده قبلا مدیر بخش کار با جوانان دانشگاه دولتی خوروغ به نام مویانشاه نظرشایف بوده است. آخرین عکس‌های یوسف اسدبیکوف در صحیفه فیسبوکی ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 23 میلیون سال 2023 از همایش گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی تحت عنوان جوانان پیرو پیشوای ملت نشر شده بود. در این همایش ریاست جوانان ولایت غالبان آزمون استیپندیای پرزیدنتی از شهر و ناحیه‌های کوهستان بدخشان را جمع آورده بودند.